سلامت باشید. آمدش ما شروع میکنیم با اجازهتون 4مین جلسه بررسی کتاب رو در حضور استاد بزرگوارمون آقای دکتر پهلوی نژاد نویسنده ضبط میکنین یا هنوز ضبط نکردین؟ اجازه بدیم من گفتم ضبط بکنن دیگه. خیلی خوب. نه گفتم یادتون نره ضبط بکنین، همین برای یادآوری گفتم. آره من دوباره آقای تیسات از دارم شروع میکنم، لطف کنین ضبط بکنین. ضبط میکنم. 4مین جلسه بررسی کتاب رو در حضور استاد بزرگوار آقای دکتر پهلوی نژاد نویسنده، مترجم، مربی ارشد مؤسسه ویلیام گلاسر و بنیانگذار مؤسسه کوچینگ رایمانا برگزار میکنیم. قبل از این در حضور استاد کتاب‌های کوچینگ خود، هنر زندگی خردمندانه و زندگی متعادلشون رو با حضورشون مورد بررسی قرار دادیم. امروز هم از ایشون دعوت کردیم تا در جمع دبیران و اولیای محترم مدارس مبتکران تبریز کتاب ارزشمند کوچینگ زندگی مثبت رو مورد بررسی و تحلیل قرار بدهم. خدمت ایشون دبیران محترم، اولیای گرامی مدارس کیفی مبتکران و همه علاقمندانی که در این جمع حضور دارند خیر مقدم عرض می‌کنم. کتاب کوچینگ زندگی مثبت در 2 جلد و در حدود 1000 صفحه نوشته شده است. فکر می‌کنم آقای دکتر در زمان کرونا تهدید رو به فرصت تبدیل کرده و این اثر رو به انسان‌های علاقمندی که به دنبال رشد و توسعه فردی و نیکزیستی هستند هدیه دادند. این کتاب مملو از ابزارها، راهکارها و تمرینات روانشناسی مثبت است که در 10 بخش و 18 فصل تهیه شده است. پرسشنامه‌ها، تمرین‌ها، راهبردها و فعالیت‌های فراوانی در هر فصل برای ادراک بهتر قرار داده شده است. همه فصول دقیقاً با زندگی روزمره برای نیکزیستی ارتباط دارد. لطفاً آقای دکتر از عنوان کتاب کوچینگ زندگی مثبت شروع بفرمایید که چه شد که این عنوان رو انتخاب کردین و در حقیقت چه مفهومی رو برای مخاطب این عنوان میخواد بگه و حالا روند کارمون رو هم شما میتونید انتخاب بکنین که خودتون هر جور که میخواین شروع بکنین، فصلها رو بگین یا مطالبی رو شما بفرمایین، من سوال بکنم و اگر دوستان هم سوال کردن میتونن کامنت بذارن و من در آخر اگر فرصت شد سوالات رو از خدمتتون خواهم پرسید. خب خیلی ممنونم. ما مشتاقانه در خدمتتون هستیم که استفاده بکنیم از حضورتون. خواهش میکنم. خیلی ممنون از شما آقای مجیدی عزیز و بزرگوار. خوشحالم که باز هم در خدمتتون هستم و این فرصت رو من میدید تا درباره یکی دیگه از کتاب‌ها با هم دیگه صحبت بکنیم. سلام عرض میکنم به همه حاضرین در اتاق، دبیران، اولیای محترم و عزیز و امیدوارم که هر جا که هستید سلامت و موفق باشید. بله، همونطور که شما فرمودید این کتاب در شروع دوران کرونا تصمیم گرفتم این کار رو انجام بدم. 22 ماه طول کشید این کتاب جمع‌آوری بشه و این که چرا اسمش رو گذاشتم کوچینگ زندگی مثبت، به این خاطره که روانشناسی مثبت یک مأموریت داره و اونم اینه که از طریق کشف و
بالفعل کردن پتانسیل‌های درونیمون بتونیم نیکسیستی و شکوفایی رو در زندگی خودمون تجربه بکنیم. و خب این با هدف کوچینگ خیلی میخونه، یکیه. و نکته دیگه این که اساساً ظهور کوچینگ علمی در دنیا همزمان با ظهور روانشناسی مثبت در سال 2000. بنابراین من فکر کردم از هر دو جهت روانشناسی مثبت و کوچینگ میتونه یکی باشه. و از اونجایی که مطالبی که در این کتاب هست واقعا به درد کوچینگ زندگی میخوره، اسمش رو گذاشتم کوچینگ زندگی مثبت، راهنمای نیکسیستی و شکوفایی در بستر روانشناسی مثبت. کتاب برای خودم خیلی سفر خیلی آموزنده‌ای بود واقعیتشو بخوای. من یه عادتی دارم قبل از که این کتاب‌هایی که به این شکل خودم تالیف میکنم می‌نویسم، قبلش یه بلوپرینت و یه طرح کلی میذارم، به قول معروف اون ساختارشو برای خودم ترسیم میکنم چه شکلیه، مینویسمش، بخش بندیش میکنم و اینا، بعد دیگه میرم سراغ کتاب. فکر کردم این کتاب از موقعیت‌های مثبت تا موقعیت‌های منفی و دردناک زندگی رو میتونه کمک بکنه و پوشش بده به آدما. و لذا همینجور که باش جلو میرفتم خیلی زیاد خودم کمک گرفتم. کما که در خیلی از جاهای کتاب مثالهایی که اومده مثالهایی از زندگی خودمه، مثالهایی که اومده یه جاهایی مثالهایی از زندگی خودم آوردم، حالا مستقیم اشاره نکردم ولی به هر حال مثالهای خودمه. و فکر کردم که شاید این هم به خودم کمک بکنه، هم به خواننده ایرانی که وقتی اینو میخونه یه چیزی بیشتر از مثالهای خارجی و اسمهای خارجی و اینها بخواد ببینه و ارتباط بگیره. یک چیزی که شاید یک خواننده که شاید بار اول دومش داره یک کتابی راجع به روانشناسی مثبت میخونه، وقتی کتاب رو دستش میگیره دو جور میتونه با این کتاب رفتار بکنه. حالا من کتابم عکسش رو نشون میدم، بعد اونایی که هنوز کتاب رو ندیدن این جلد اولش و جلد دومش هم خب به همین شکل مقدار قطورتر. کتابو میشه همینجوری باز کرد، از یه فصلی شروع کرد به خوندن و کتابو میشه از ابتدا باز کرد و مرحله به مرحله پیش رفت. من فکر اینجاشو کردم که اگه کسی قرار باشه این کتابو باز بکنه از اول شروع کنه به خوندن، یه نظم ارگانیکی داشته باشه که از نظر علمی هم پشت هم مطالب بیاد و معنادار باشه. تلاشمو کردم حداقل در جلد اول که تئوری‌های پایه‌ای رو میگه این اتفاق بیفته. کتاب برای واقعا همه قابل استفاده است. یعنی یه فردی که روانشناس نیست، مدیر نیست، کوچ نیست، واقعا میتونه کتابو برداره بخونه و از 80-90% مطالب کتاب استفاده بکنه. و خب یه کسی هم که متخصص این حوزه است، حالا چه کوچ باشه چه روانشناس، خب برای اونم قطعا استفاده های خاص و ناب خودش رو داره. برای اینکه این مجموعه رو من به قول معروف تعریفش بکنم بدون اغراق، مثلا 20-25 کتاب ریفرنس روانشناسی مثبت رو تا اون موقع که بود اینا رو جمع‌آوری کرده بودم، اینا رو خوندم، خیلی چیزا رو خوندم، ولی کتابی که به این شکل باشه ندیدم، حتی در بین منابع خارجی، که اینجوری منسجم همه مفاهیم رو بیاره، پرسشنامه‌های مهم رو بیاره، یه عالمه تمرین بیاره. تو نمونه‌های خارجی اینو پیدا نکردم. البته علت هم داره، برای اینکه خب اونها هر کسی اومده با یه دید تخصصی یه گوشه‌ای رو گرفته و یه کاری کرده و کار اساسی هم انجام داده. شاید توی کاری که ما میکنیم به عنوان که آدمایی که ترجمه میکنیم و تعریف میکنیم شاید اینجا باید گشت دنبال نمونه‌های این شکلی، ولی به هر حال از این نظر میشه گفت که یه منحصر به فردی این دو جلد داره که شما میتونید واقعا این دو کتاب رو بهش تکیه بکنید و مطمئن باشید که تمام مفاهیم یا
مفاهیم اصلی روانشناسی مثبت رو همه رو یه جا جمع شده دارید و میتونید ازش استفاده ببرید و بهره ببرید. این توضیحات کلیه. و یه چیز دیگه که دوست دارم بگم اینه که اغلب آدمایی که من دیدم وقتی بهشون میگی روانشناسی مثبت میگن این همونه که میگید دنیا قشنگه، دنیا زیباست، همه چی خوبه و اینا، این همونه. میگم خب نه، اصلا چه ربطی داره. شما در روانشناسی مثبت یه بخش خیلی مهمش کنار آمدن با سختی ها و ناکامی های زندگیه. اصلا روانشناسی مثبت نمیاد بگه که مثلا دنیا گل و بلبل، همینجوری به خودت بگو همه چی قشنگ و خوب میشه. نه، این یه برداشت اشتباه و بیشتر از سمت اونهایی میاد که مطالعه ندارن و اطلاعی ندارن و بیشتر چشم و گوششون به مطالب زرد خورده. یه بخش بسیار مهمی از روانشناسی مثبت یا کوچینگ مثبت مهارت پیدا کردن برای کنار آمدن با سختی ها و تاب‌آوریه که خب دو تا بخش خیلی بزرگ در جلد دوم به این دو مطلب، به این دو مفهوم مهم پرداخته شده با پرسشنامه‌ها و تمرین‌های زیاد. تقریبا ساختار هر بخش میتونم بگم، حالا اگه بگم اکثره شاید نباشه، ولی 80-90% بخشا شما این پرسشنامه حداقل توش داری که میتونی با این پرسشنامه اون مفهوم رو در خودت اندازه‌گیری بکنی و بعد بری بخونی، یاد بگیری، تمرین رو انجام بدی، در نهایت هم باز میتونی پرسشنامه رو بزنی. یعنی یه جوریه که قابل اندازه‌گیری کرده مفاهیم رو، چون خود کوچینگ مثبت هم مفاهیم درش قابل اندازه‌گیری ان، مفاهیم درش قابل کم شدن و زیاد شدن. این یه توضیحات کلی است که راجع به این کتاب من فکر کردم بدم به عنوان یک اطلاعات مقدماتی و ترجیح میدم که به سوالات شما پاسخ بدم یا به سوالات عزیزانی که اینجا هستن پاسخ بدن. حالا اگر که نیاز بود برای پاسخ دادن به سوالات، من حتما به جایی که ربط داشته باشه به کتاب برمیگردم. خب خیلی ممنون. در ارتباط با روانشناسی مثبت گفتین که به دنبال کمک به نیکزیستی انسان هاست. خواهشم اینه که مؤلفه های نیکزیستی رو از نظر روانشناسی مثبت بفرمایین که بنیانگذار روانشناسی مثبت هم که آقای سلیگمنه که چه طرحی داره و چه مؤلفه هایی رو معرفی میکنه که ما بهتر زندگی بکنیم. بله حتما. خب روانشناسی مثبت دو چیز به ما میده، یک نظریه شخصیت میده و یک نظریه نیکزیستی میده. پس ما در روانشناسی مثبت یک نظریه شخصیت داریم و یک نظریه نیکزیستی داریم. نظریه شخصیت همون تئوری توانمندی‌های منشیه و توانمندی‌های اساسیه، character strength و signature strength، توانمندی‌های منشی که خب ما 24 توانمندی منشی داریم. در همه انسان‌ها 5 توانمندی منشی بالاتر و برجسته‌تر از بقیه توانمندی هاست. اینها ژنتیکه، با خودمون آوردیم به این دنیا و مهمترین کاری که باید بکنیم اینه که اینها رو بشناسیم. ابزارهای متفاوتی وجود داره که مهمتریناش من در این کتاب معرفی کردم و آوردم. شما میتونین پیدا بکنین توانمندیاتون چیه و یکی از اصلی ترین و پایه‌ای ترین بخشا در کوچینگ مثبت و روانشناسی مثبت شناسایی توانمندی‌های منشی و به کارگیری توانمندی‌های منشی. یعنی شما میآموزید که این توانمندی‌ها رو در زندگیتون به کار بگیرید. حالا کجا میشه اینا رو به کار گرفت؟ در مقابله با چالش‌ها و سختی‌های زندگی، در بهبود روابط با انسان‌های نزدیک و صمیمی زندگیمون، روابط در محیط کارمون، در حل مسئله، در بهبود عملکرد کار تیمی، حالا چه تیمایی ورزشی چه تیمایی که در سازمان هستن. بنابراین یه بخش بسیار مهم اینه که ما بتونیم توانمندیامون رو بشناسیم و به کارشون بگیریم. خب جلد اول یکی از فصل‌ها، یعنی فصل دوم، به طور کامل به این موضوع پرداخته
و اومده همه رو معرفی کرده و تمام این تکنیک ها و تمرین ها اونجا بهش اشاره شده. خب پس این یکی شد، یک نظریه شخصیت داره، توانمندی های منشی. اما یک نظریه نیکسیستی هم داره، همونی که شما اشاره کردید. نظریه نیکسیستی روانشناسی مثبت معروف هست به پرما. البته که در چند سال اخیر مطالبی به این پرما اضافه شده که الان از واژه پرما پلاس هم استفاده میکنن. حالا توضیح میدم این چیه. من در کتابم یه اشاره‌ای بهش کردم. پرما این رو داره میگه که نیکسیستی ما یا ویلبینگ یا بهروزی یا بهزیستی ما روی 5 ستون استوار و نصبه. P positive emotions یا هیجانات مثبت، اینا رو میگم بعد یه توضیح کوچیکم میدم. دومی engagement که میشه غرقگی یا مشغولیت مثبت. R relationship که میشه روابط مثبت. M meaning میشه معنا. A هم achievement که میشه دستاورد. پس 5 تا نظریه پرما یا نظریه نیکسیستی روانشناسی مثبت میگه 5 پایه و 5 عامل داره. این 5 عامل قابل اندازه‌گیری و قابل دستکاری هستند. یعنی شما میتونید اینها رو اندازه‌گیری بکنید در خودتون و اینها رو افزایش بدید. خب در فصل 3 جلد 1 هم ابزارهای اندازه‌گیری این عوامل نیکسیستی بهش میگن آمده و هم تکنیک‌های افزایش عوامل نیکسیستی آمده. البته که در باقی کتاب هم در خیلی از بخش‌ها تکنیک‌هایی که گفته شده در جهت افزایش نیکسیستی به طور کلی. خب پس این پرماس. هیجان مثبت چرا مهمه؟ برای اینکه انسان بالفطره تمایل به ایجاد هیجان منفی داره و طبیعتاً کمتر میره سراغ خلق هیجان مثبت. برای اینکه ما از صبح تا شب مغز ما در حال مقایسه کردن آنچه که می‌خواهیم با آنچه که در واقعیت داریم می‌بینیمه و معمولاً ناکامه و معمولاً مراقب ماست، نگران ماست برای اینکه ما بقا داشته باشیم. بنابراین ما بیشتر این ظرفیت و میل رو داریم که هیجان منفی درست بکنیم. نگرانیم، مضطربیم، افسرده‌ایم، می‌ترسیم و همه این. روانشناسی مثبت که از ابتدا نگاهش هم این بود، میگفت روانشناسی از بدو علمی شدنش و به وجود اومدنش رو کرد به سمت روانشناسی مرضی، یعنی شناسایی و درمان اختلال ها. انقدر وضعیت بشر داغون بود، جنگ جهانی اول، دوم و تمام مصیبت هایی که بشر این بین کشیده، روانشناسی انگار منحرف شد فقط به یک سمت سکه روانشناسی، به سمت مرضی گرایش پیدا کرد، در حالی که روانشناسی جنبه غیر مرضی هم داره که حالا انسانگراها، مازلو، راجرز، همه اینها به اون پرداختن، خیلی زیاد پرداختن. پس روانشناسی مثبت داره اون روی سکه روانشناسی رو بهش میپردازه. بنابراین هیجان مثبت از این جهت مهمه که ما همینجوری هیجان منفی داریم درست میکنیم، پس چیزی که کم داریم چیه؟ ایجاد هیجان مثبته. پس ما باید یاد بگیریم هیجان مثبت بیشتری خلق بکنیم برای خودمون تا بتونیم یک زندگی بهتری رو تجربه بکنیم. تکنیک‌های بیشماری تو کتاب اومده که واقعا خالی از لطف نیست که نگاهی بکنید و یه ورقی بزنید ببینید تکنیک‌ها چی هستن. از فعالیت بدنی گرفته تا جمع شدن با دوستان، خندیدن، آلبوم تماشا کردن، نمیدونم هر فعالیتی که باعث ایجاد هیجان مثبت در شما بشه اونجا اومده. و هیجانات مثبت رو اومده مبتنی بر در حقیقت تحقیقات خانم فردریکسون اومده اینها رو دسته‌بندی کرده. 10 هیجان مثبت اصلی شناسایی شده که شما میتونید اینها رو
تعریفش رو ببینید خیلی جالبه. یه چیزا رو ممکنه مثلا بگی چه جالب، مثلا حیرت یک هیجان مثبته و اگه ما حیرت بکنیم از یک زیبایی و یک چیز بزرگ، این در ما هیجان مثبت ایجاد میکنه. یا قدردانی مثلا هیجان مثبته. اینا رو میشه رفتید و یاد گرفت. پس این هیجان مثبت. دومی اینگیجمنت که خیلی جاها به اشتباه اینو ترجمهش کردن تعهد، مثلا درگیری، حتی من دیدم نامزدی، یعنی انقدر بی اطلاع ترجمه شده. اینگیجمنت معادل همون مفهوم فلوه، غرقگی یا مشغولیت مثبت. مشغولیت مثبت چیه؟ یعنی ما یه فعالیتی رو مشغولش بشیم که متوجه گذر زمان نشیم. حتما اینو تجربه کردید، یه کاری رو که هم توش تبحر مهارت خیلی خاصی دارید و هم یه چالشش به یه اندازه‌ای که خیلی براتون آسون نیست خیلی راحت انجامش بدید. یعنی از نهایت مهارتاتون استفاده میکنید ولی چالشش هم یه چالشیه که همچین یه ذره به هر حال شما باید تمرکزی داشته باشید، یه دقتی بکنید، خیلی سهل و ساده نیست. یه فعالیتی شما مشغولشید بعد میگی 2 ساعت گذشت، 3 ساعت گذشت، 4 ساعت گذشت، اصلا نفهمیدم این زمان کی گذشت. این تجربه رو احتمال خیلی زیاد با عزیزانتون داشتید، یا با دوستی، با همسرتون، با فرزندتون. یا میاد 2 ساعت 3 ساعت گذشته، یا این مهمونی امشب چقدر زود تموم شد، هنوز همدیگر رو سیر ندیدیم. مشغولیت مثبت یا غرقگی. پس ما یاد میگیریم فعالیت‌هایی رو در زندگیمون شناسایی بکنیم برای اینکه بتونیم مشغولیت مثبت رو تجربهش بکنیم. مشغولیت مثبت باعث چی میشه؟ باعث هیجان مثبت میشه، یعنی این اون رو هم تولید میکنه به یه نوعی. سومی روابط مثبته که خب در نظریه‌های متعددی به اهمیت رابطه اشاره شده. در حقیقت رویکردهای انسانگرایانه، در نظریه انتخاب، در نظریه خودتعیینگری، در خود نظریه در روانشناسی مثبت اهمیت ارتباط خیلی زیاد تاکید شده. انقدر ارتباط امروزه اهمیت داره که حتی رویکردهای روانشناختی که در قدیم و به سنتشون خیلی به این موضوع توجه نمی‌کردن الان بهش بسیار توجه میکنن. خب باز یاد میگیریم اینجا که بتونیم روابط خوبی رو با اطرافیانمون داشته باشیم، با انسانهای صمیمی زندگیمون، با آدمهایی که هر روز باید ببینیمشون، همکارانمون. و خود داشتن روابط مثبت ایجاد هیجان مثبت میکنه. شما توش غرقگی رو میتونی تجربه بکنی، حتی میتونی احساس معنا بکنی در اون رابطه، از اینکه احساس کنی رابطه واسه یه معنای خیلی قشنگی داره و اساسا تو در این رابطه چه معنایی میتونی داشته باشی. میرسیم به مینینگ یا معنا. معنا اون چرایی است. من چرا باید این کارو بکنم؟ من چرا هستم؟ چرا باید اینو داشته باشم؟ چرا باید این گونه انسانی باشم؟ اگه میخوایم معنا رو پیدا کنیم باید پاسخ به سوال چرا رو پیدا بکنیم. چرا من؟ چرا اینجا؟ چرا این نقش در زندگیم؟ وقتی میگیم معنا یعنی برای یه چیزی که بزرگتر از خودمونه دغدغه داشته باشیم. مثلا همه اونهایی که والد هستن برای فرزندانشون چنین حسی دارن، همه نوع فداکاری حاضرن برای بچهشون بکنن، چون اون بچه براشون بسیار بزرگتر از جون خودشون و زندگی خودشون اهمیت داره. برای برخی ممکنه مام میهن باشه، برای برخی ممکنه مذهبشون باشه، برای برخی ممکنه اون تفکر سیاسیشون باشه یا هر چیز دیگری. پس این هم از معنا. در نهایت میرسیم به دستاوردها در زندگی باعث میشن که حس خوب داشته باشیم، خودکارآمدی یا سلف افیکیسی داشته باشیم. مفهومی است که آلبرت بندورا، روانشناس فقید کانادایی، واقعا عمیق بهش پرداخته، بسیار کارهای زیبایی توش کرده.
و یکی از مفاهیم اساسی روانشناسی مثبت سلف افیکیسی یا خودکارآمدیه که خب شما وقتی که بخوای دستاوردی داشته باشی، این دستاورد منجر به خودکارآمدی میشه. برای اینکه دستاورد داشته باشی باید پایداری داشته باشی، یا به قول انگلیسیش گریتی باشی، گریت داشته باشی، عزم داشته باشی یا پایداری داشته باشی و همچنین هدفمند باشی و بتونی کارتو پیش ببری. این از پرما. اما پرما پلاس چیه؟ چند تا مفهوم به پرما اضافه شده که اینا رو با هم دیگه نگاش میکنیم. یکی خیلی جالبه، یکی زندگی کردن بر اساس ارزش هاست. زندگی کردن بر اساس ارزش هاست. همونجوری که میدونین داشتن ارزش در زندگی، ارزش‌های فردی در زندگی، این خودش نشانه ای از یک زندگی معنوی و معناداره. پس اگر ما ارزش‌های جهان شمولی رو در زندگی دنبال بکنیم، ارزش‌هایی که غیر از این که به خودمون فایده‌ای میرسونن، برای دیگران هم یه فایده‌ای دارن. چون برخی از آدم‌ها هستن ارزش‌هایی رو زندگی میکنن که فقط واسه به درد خودشون میخوره. فقط به درد خودشون میخوره. خب یعنی مثلا میگه مثلا ثروت. خب این ثروت رو فقط واسه خودش میخواد. از قبل این ثروت چیزی عاید کسی دیگه ای نمیشه. خب یا هر چیز دیگه ای. حتی خیلی دین رو به عنوان یک ارزش که انتخاب میکنن، فقط برای خودشون میخوان دینو و هیچ کاری به بهبود کیفیت زندگی دیگران یا حداقل عدم مزاحمت برای زندگی دیگران قائل نیستن. پس اون چیزی رو ما میگیم ارزش که منجر به یک زندگی معنوی و معنادار میشه، که این ارزش علاوه بر این که به تو یه چیزی اضافه میکنه، دیگران هم که در کنار تو هستن آسیبی ازت نبینن و احیانا یه چیزی هم به اونها برسه، یعنی کیفیتی به زندگی اونها اضافه بشه. در آخرین مقاله هایی که من دیدم در تعریف نیکسیستی، شناخت ارزش های خود و زندگی کردن مبتنی بر ارزش ها آمده. دقیقا این جملهشه، خیلی جالبه. پس این یکیش ارزش هاست. بعدی سلامت بدنی. البته یکی از راه‌های داشتن هیجان مثبت فعالیت‌های جسمانیه، ولی خب فعالیت جسمانی که نتیجهش سلامته، این سلامته انقدر مهمه که دیدم خب رو نیکسیستی آدم‌ها خیلی تاثیر داره. انسانی که سلامت نداره قطعاً نیکسیستیش هم خیلی زیاد به خطر میفته و سلامت بسیار مهمه. عامل بعدی مسئولیت پذیریه. خیلی جالبه که مسئولیت پذیری هم به عنوان یک عاملی که میتونه در کنار پرما قرار بگیره. پرما پلاس، اینا پلاسه، یعنی اضافه روی پرماست. مسئولیت پذیری به این معنی که ما نیازهای خودمون رو خودمون باید ارضا بکنیم. این وظیفه کسی دیگری نیست. اما به این معنی هم نیست که من به هر قیمتی نیازامو ارضا بکنم. اگر دلم میخواد با دوستام دور هم جمع شدیم یا با خانواده میخوایم بگیم و بخندیم، دیگه از یه ساعتی به بعد من باید ملاحظه همسایه رو بکنم. من نمیتونم به هر قیمتی شادی کنم. یا اگه میخوام برم تو خیابون خرید بکنم، اگر راحتم همینجا ماشینمو پارک کنم که نزدیک خرید کنم سوارشم بعد برم و این مزاحم رفت آمد دیگران میشه، من حق چنین کاری رو ندارم. این میشه زندگی مسئولانه و مسئولیت پذیری که نشون میده اونهایی که مسئولیت پذیرترن و مسئولانه زندگی میکنن نیکسیستی بالاتری دارن. و عامل دیگه ای که صحبت میشه که میتونه تو پرما و پرما پلاس قرار بگیره، بحث خوشبینیه. و همونطور که میدونید خوشبینی قابل یادگیریه. برخی از آدم ها هستن که ژنتیکلی خوشبینترن. دیدیم دیگه این آدم ها رو. بعضی ها ژنتیکی بدبینن، برخی ها ژنتیکی خوشبینترن. خب حالا اگر یکی خوشبین نیست چیکار کنه؟ با همون بدبینیش زندگی بکنه؟ نه، میتونه یاد بگیره خوشبین باشه. که بازم در این دو کتاب یه فصل بسیار مفصل راجع به خوشبینی منعطف آمده که بسیار مفصله و میتونید که یاد بگیرید چگونه خوشبین تر بشید. پس اینم از نظریه نیکسیستی
روانشناسی مثبت یا کوچینگ مثبت که پرما و پرما پلاس. خیلی ممنونم از توضیحات مفصلتون. در مطالبتون اشاره کردین از حیرت به عنوان هیجان مثبت. من اخیراً یک کتابی رو مطالعه کردم تحت عنوان حیرت، در حقیقت به توجه به زیبایی هایی که در زندگی روزمره ما هست. یه تحقیقی در اون کتاب بود، عنوان کرده بود که یه عده افراد رو 8 هفته براشون گفتن که شما هر هفته یک نیم ساعتی برین پیاده روی و چیزهایی که باعث حیرت شما میشه و باعث شگفتی شما میشه اونها رو یادداشت بکنیم. و البته برای خود ما هم خیلی یادیه که وقتی پیاده روی میکنیم یا هر جایی میریم، در شهر، در روستا، در جنگل، توجه بکنیم به اون شگفتی ها و چیزهایی که برای ما حیرت میتونه بیاره. بعد اینا وقتی یادداشت کردن بهشون گفته بودن که ضمن اینکه این یادداشت رو انجام میدین از خودتون هم سلفی بگیرین. اوایل که اینا سلفی میگرفتن، سلفی رو طوری میگرفتن که خودشون رو بزرگ نشون میداد، اون حیرت رو در حقیقت کوچیک نشون میداد. بعد در اواخر، در هفته های آخر، اینها خودشون رو خیلی کوچیک در حقیقت تصویر میکردن و اون حیرت رو بزرگ، یه کوه رو نشون میدادن، یه ساختمون رو نشون میدادن و حسی از تواضع و فروتنی و شادمانی رو این افرادی که مورد آزمایش قرار گرفتن تجربه کردن. خب خیلی متشکر. آقای دکتر اگر لطف کنین از مداخلات مثبت بگین، ما چگونه میتونیم مداخله مثبت بکنیم برای شادمانی افراد؟ حالا یه موهبتی رو هم آقای مارتین سلیگمن مطرح میکنه، اگر خودتون هم لطف بکنین که هر شب قبل از خواب 3 چیز رو که در آن روز براتون خوب بوده ببینین. حالا هر جوری که خودتون سلام میدونین از این مداخلات هم لطف بکنیم بفرمایید که چه مداخلاتی در نظر میتونیم داشته باشیم. حتما. به همونجور که اسمش اومده مداخلات مثبت، اول ببینیم مثلا مداخله چی هست. مداخله یعنی این که اسمش هست دیگه، دخالت، ورود کردن به یک چیزی. این حتما شنیدید که 2 نفر مثلا ممکنه با هم دیگه دعواشون بشه، تعارضی با هم دیگه داشته باشن و بعد شما میگی که آقا بهتره مداخله بکنیم این قصه رو حل و فصلش بکنیم. این همون در حقیقت مداخله است. حالا در روانشناسی مثبت یا کوچینگ مثبت وقتی ما مداخله انجام میدیم اسمش هست مداخله مثبت. خب این یعنی چی؟ یعنی در روانشناسی مثبت شما از روش‌های آزمون شده و مبتنی بر شواهد میاد استفاده میشه. یعنی چی؟ یعنی سلیگمن و بقیه دانشمندانی که در این حوزه کار کردن یک تکنیکی رو میان شروع میکنن. سلیگمن که میگفت من همه اینا رو اول رو خودم امتحان میکردم، اگر جواب میگرفتم میبردمش تو آزمایشگاه و بعد ببینم که اونجا در برابر نمونه‌ای که میگیرم و بررسی که میکنم به چه جوابی میرسیم. پس بنابراین ما داریم راجع به سری تکنیک صحبت میکنیم. به زبان ساده یه سری تکنیکن که این تکنیک‌ها مبتنی بر شواهدن. یعنی چی؟ یعنی اینا اومدن توی جمعیت این تکنیک‌ها رو آوردن آزمایش کردن، امتحان کردن، اثرات این تکنیک رو دیدن کار میکنه یا کار نمیکنه و بعد اگر که کار کرد و جواب گرفته حالا گفتن خب حالا بقیه هم میتونن استفاده بکنن و ازش لذت ببرن. خیلی از مداخلات مثبت یا تکنیک‌های روانشناسی مثبت رو ما واقعا خودمون میتونیم به خودمون پیاده بکنیم و یه بخش مهمی از تکنیک‌های از مداخلات مثبت مداخلاتی است که به قدردانی و قدرشناسی مربوط میشه. برای خیلی چیزا تکنیک وجود داره. مثلا برای مثال میگم، شما برای اینکه فضیلت مهربانی رو در خودتون بتونید ببرید بالا، یعنی توانمندی منشی مهربانی رو در خودتون افزایش بدید، ممکنه شما جزو اون دسته از افرادی باشید که مهربانی جزو توانمندیاتون نیست.
ولی به هر حال ما برای زندگی کردن نیاز به این میزانی از مهربانی داریم. نمیشه به خانواده و دوستانمون مهربانی نکنیم و زندگی خوبی داشته باشیم. پس اونی هم که به قول معروف رو ژنش مهربانی نیست، باید یه ذره مهربانی یاد بگیره. خب تو روانشناسی مثبت یاد میده که چگونه میشه مهربانی کرد. تکنیک داره. مثلا یکی از تکنیک‌ها مهربانی تصادفیه. احتمالاً این تجربه رو داشتید. یعنی مثلا تو خیابون داری راه میری بدون برنامه، بدون هیچی، می‌بینی مثلا یه نفر میخواد یه کیسه، 2 تا کیسه سنگین دستشه، با زحمت داره اینو میبره، تو هم داری میری، میگی یک شو برمی‌داری، میگی من اینو تا اونجا اینو برات میارم. خیلی ساده. وقتی شما این مهربانی رو انجام میدی، اولا تمرین کردی که مهربانتر بشی و بعد که اینو انجام میدی یه مداخله مثبت به خودت انجام دادی. بعد ببینی چه حس و حالی داری، چقدر حالت خوبه. و یا کمک‌هایی که با آدم‌ها می‌کنید، یا بدون اینکه کسی یه آشنایی از شما انتظار داشته باشه، یک به قول معروف یک کار مثبت واسش انجام بدید. مثلا میگم تو کرونا بود، این خاطره خودمه، کرونا بود و یکی از دوستان یه خانواده، یه زن و شوهر و بچه‌های دوقلوشون، اینا همشون کرونا گرفته بودن و از خونه نمیتونستن برن بیرون و اینها. من فکر کردم چیکار بکنم. من یه دیگ بزرگ ماکارونی درست کردم، یه دیگ گنده ماکارونی. بعد زنگ زدم آژانس محل اومد و خلاصه اینو پیچیدم لای ملحفه و دادم آدرس و گفتم اینو ببر. رفته بود و زنگ زده بود و گفته بودن چی؟ گفت آقا چیزی آوردم. بعد اینا وا کرده بودن دیدن یه دیگه گنده ماکارونی گرم. خلاصه اینقدر خوشحال شده بودن، یه چیز غیر قابل انتظار اون روز براشون اتفاق افتاده بود. از اونا خوشحالتر من خوشحال بودم که یه کار اینجوری کردم، غافلگیر شدن ولی یه مهربانی بوده. میخوام بگم وقتی داریم صحبت از تکنیک میکنیم، این چیزاست، اینه که روانشناسی مثبت رو قوی میکنه. به همین دلیله که مارتین سلیگمن میگه که روانشناسی مثبت خوبتر از اونه که فقط نزد روانشناسا باقی بمونه. یعنی باید بره مردم ازش استفاده بکنن. خب یکی از مهمترین تکنیک‌ها که آقای مجیدی عزیزم فرمودن، تکنیک 3 قدردانیه که حالا شب قبل از خواب، حالا یا میخواید بنویسید یا تو ذهنتون مرور بکنید 3 چیزی که امروز بابتش قدردان بودید رو به یاد خودتون بیارید یا بنویسیدش. البته هر روز نباید این کارو کرد، هفته‌ای 2 بار یا 3 بار توصیه میشه که این انجام بشه و شما میتونید اون بنویسید و به یاد بیارید. میتونه چیز خیلی ساده‌ای باشه، اینکه امروز سالم بودم، تونستم یه مسافتی رو که از کارم تا خونه بود پیاده بیام. امروز تونستم بچه‌م رو بغل کنم، یه دل سیر در آغوش بگیرمش. امروز تونستم یه خدمتی برای همسرم یا مادرم بکنم و قدردانم بابت اینکه اینها رو دارم. یه چیزایی به این سادگی میتونه باشه. ساده از این جهت میگم که چون اینا جلوی چشمونن، ما معمولاً اونها بدیهی فرض میکنیم، در حالی که نباید بدیهی فرضشون بکنیم. من همیشه این تکنیک رواقیون رو استفاده میکنم. فکر میکنم تو کتاب هنر زندگی خردمندانه اپیکتتوس اومده، از اونجا یاد گرفتم که میگه هر بار که فرزند تو در آغوش میگیری، یاد خودت بنداز که این ممکنه آخرین باری باشه که اون رو در آغوش میگیری و بعد با این کیفیت بغلش بکن. و این خیلی رو من تاثیر گذاشت روزی که اینو خوندم، خیلی زیاد. و باورتون نمیشه که آدمای نزدیکمو که بغل میکنم، همزمان این تو مغزم داره این میگذره که این شاید آخرین آغوش باشه، چه برای او چه برای من فرق نمیکنه. از کجا به این رسیدم؟ قدردانی. بنابراین ما باید برای یه چیزای قدردانی بکنیم که ممکنه در روال زندگی عادی برای ما تبدیل شده باشه به یک چیز بدیهی که فرض کنیم داریمش، در حالی که میتونیم نداشته باشیمش به راحتی. اینا یه نسخه دیگه ای از این تکنیک قدردانی هست که تو کتاب هست همه اینا، که میگه که بنویس که بابت چه چیزی قدردان بودی و چرا. چرا خیلی مهمه. شما مثلا میگی من امروز یه سیب دماوند، اول فصل آخرای شهریور سیب دماوند میاد،
حالا سمت شما که سیبای بهتری وجود داره، حالا دماوند نزدیک ماست، ما میگیم سیب دماوند، ولی شما سیبای خوشمزه تری اونجا میخوری. اول فصل که این سیب رو گاز میزنی، لامصب این گاز که میزنی، عطرش و این آب سیب اصلا یه تراوت عجیبی داره. میتونی که قدردانی باشه که این سیب رو من خوردم خیلی لذت داد. چراش میتونه این باشه که من دوباره انقدر عمر کردم که یه سیب تازه دیگه دماوند بتونم بخورم و از مواهب این دنیا برخوردار باشم. منظور میخوام بگم خیلی ساده است، ولی به این معنی نیست که اجراش هم میتونه به همین سادگی باشه. یه درصدی پذیرش، یه نظم باید وجود داشته باشه. این نظم گفتم یاد چیزی افتادم، میگن عشق واقعی به خود چیه؟ میگیم عشق واقعی به خود نظمیه. این که تو خودتو مقید بکنی و تعهد بدی به خودت که یه سری کارها، روتینها و آیینها رو انجام بدی. قدردانی کردن یکی از اون آیین هاست. و یه چیز خیلی مهم راجع به قدردانی اینه که این رو یه پژوهشگر این رو تحقیق کرده، تو کتاب هست که اومده ببینه که اون تک توانمندی منشی یعنی 24 تا نه، یه دونه، اگه قرار باشه یه دونه توانمندی منشی رو در زندگیت به کار ببری یا یه فضیلت رو به کار ببری که مستقیم تو رو نیکزیست یا بهزیستت میکنه، اون یه دونه توانمندی چیه؟ در اومده قدردانی. و ما اینو در انسانهای مذهبی و معنوی میبینیم که اونایشون که خیلی قدر دارن، دیدین هی شکر میکنن، هی شاکر زندگیشونن، اینو میبینیم، این عادت رو دارن. اون مذهبی واقعی ها، نه این مذهبی کیکار نمیگم، واقعی ها واقعا وقتی شکر میکنه خوشحاله، واقعا وقتی شکر میکنه حالش خوبه. از قدردانی علم هم به این نتیجه رسیده که قدردانی کردن بسیار میتونه نیکسیسی شما رو افزایش بده. و بلافاصله در کنار قدردانی عشق به یادگیریه. این دوتا هر کدوم به تنهایی میتونن نیکسیسی شما رو در حقیقت بهبود بدن. یه نکته خیلی ظریف توی قدردانی وجود داره و اونم اینه: آدمایی که قدردانن آدمای آگاه تری هن. چرا؟ چون کسی میتونه شناسایی بکنه موضوعات دور و بر قابل قدردانیشو که آدم آگاهیه. آدمی که روی اتومات داره زندگی میکنه، نمیفهمه چی خورده، چی بو کرده، چی رو بغل کرده، به کی چی گفته، امروزش چجوری بوده، فرداش چجوریه، دنده اتومات دیگه، داره روزمرگی میکنه، امروز و فردا. اون نمیتونه چیزی واسه قدردانی پیدا بکنه. ولی آدمی که ذهن آگاهانه زندگی میکنه، سرعت زندگی رو کم میکنه، میبینه، این آدم میتونه قدردان بسیار خوبی هم باشه. پس وقتی میگیم مداخله مثبت، منظورمون تکنیکایی هستن که ثابت شده میتونن نیکسیستی ما رو افزایش بدن و تکنیکام از این جنسایی بود که بهتون گفتم که یه عالمش این دو کتاب هست. خیلی ممنون. و البته این تمرین ها خودشون عامل اعتیاد مثبتن و باعث شادمانی انسان هستن که همواره میخواد اینو تکرار بکنه و ادامه بده، چون حالش رو خوب میکنه. آقای دکتر اگر ممکنه در مورد مدل ABC که مراحل تغییر از بدبینی به خوشبینی رو در حقیقت معرفی میکنه در صفحه 302 هستش و در صفحه 337 هم مدل ABCDE که جدل با افکار خودکار منفی خوده، اگر لطف بکنین در این زمینه هم یه توضیحاتی بفرمایید. آره، این خیلی بحث مفصلیه. این فصل خوشبینی واقعا فصل چغریه، یعنی خیلی خیلی مطلب داره و بسیار میتونه کمک بکنه. ببینید این تکنیک ABC، خب این از شناختی رفتاری ها سلیگمن این رو گرفته. بسیاری از تکنیک هایی که در کوچینگ مثبت یا روانشناسی مثبت هست، به قول معروف فونداسیونشون از شناختی رفتاری ها و شناختی هاست و خود سلیگمن این رو اشاره میکنه، میگه مدل ABC رو من از
مدل ABC آلبرت الیس به آریت گرفتم و ازش استفاده میکنم. خب من اصلش رو بذاریم بهتون بگم و اونم راجع به خوشبینی بدبینیه دیگه، که میگه آدما وقتی یکی بهشون یه تشری میزنه، میگه این تقصیر تو بود، تقصیر تو بود. اگه یکی اینو من بگه، من میگم کی گفته تقصیر خودت بود؟ بهش میگن جدل، به این میگن جدل. خب یا دیسپیوت کردن، همون دیه، A B C D، این دی دیسپیوته یا جدل. ولی چطور این سوال مطرح میکنه سلیگمن؟ میگه چطور میشه یکی به ما یه حرف مفتی به ما میزنه، ما باش جدل میکنیم، ولی چطور وقتی خودمون به خودمون یه حرف مفتی میزنیم چرا با خودمون جدل نمیکنیم؟ و به ما یاد میده که ما یه جدوی ذهنی بکنیم. دیدین جدو رو دیگه، یا کشتی رو که همه دیدن دیگه. دیدین توی کشتی یا جدو چجوری دو نفر با هم کلنجار میرن، هی اون سعی میکنه زیر اینو بگیره، نمیدونم اون یه خمه اینو بگیره و فلان و اینا، از زیر بره رو بره، هی در حال جدل کردن با هم تا یکی تکنیک رو بزنه. بهش در انگلیسی میگن جدوی ذهنی. یعنی شما ور بری با این فکره. اگه فکر داره به تو میگه تقصیر توه، بیورزه‌ای، شانس نداری، همه اتفاقای بد برای تو باید بیفته، تو هیچ وقت قابل قبول نیستی، همه بدبختی‌های عالم مال توه و و و و خب تو باید بگی که چرا؟ کی گفته؟ شاهدت چیه؟ به خودت شاهدت چیه که من آدم بدشانسیم؟ شاهدت چیه که من کلن آدم بی‌عرضه‌ایم؟ کی گفته اینو؟ شروع کنی باش جدل کردن. بنابراین توی کتاب تکنیک‌های متنوع، شیوه‌های متنوعی رو یاد میده که ما چجوری با افکارمون جدل بکنیم. همونجوری که یکی میگه چشو بالا چشو ابروی باش جدل میکنیم، یاد میگیریم اون چیزی که ذهنمون تحویلمون میده رو هم باش جدل بکنیم. و در مدل ABC این رو یاد میگیریم که به جای اینکه بگیم رفتار ما یا پاسخ ما در برابر اون اتفاقی است که اون بیرون افتاده، یعنی مثلا آقای مجیدی به من میگه مثلا هوی، من میگم هوی به خودت. خب هوی اون ایه، activating event یا رخداد تحریک کننده. یا حالا من از این رخدادهای تحریک کننده داریم دیگه که تو محیطمون هست، همسرمون، بچه‌مون، مدیرمون، هر کسی یکی یه چیزی به ما میگه. خب بی میشه بیلیف یا فکر ما، اعتقاد ما، باور ما. سی هم میشه کانسیکوئنس یا پیامد، A B C. خب حالا این سی، پیامد یا پاسخ من، رفتار من، آیا در برابر اون های است که من میگم هوی یا یه چیز دیگه است؟ علم روانشناسی میگه اون های پاسخش هوی نیست. اون های فقط تو رو تحریکت میکنه. چیه تو رو تحریک میکنه؟ افکار تو، باورات. حالا اگر تو یه باوری داشته باشی که آقا یه نفر ممکنه ناراحت باشه به هر دلیلی، اصلا هر چی یه چیزی میگه، تو که نباید پاسخ همه رو بدی. من الان مثلا یه حرف بی ربطی بزنم با آقای مجیدی، بعد آقای مجیدی آیا جواب منو میده؟ نه. خب چرا جواب منو نمیده؟ برای اینکه یه باوری داره که میگه آقا هر چیزی رو که نباید جواب داد، چرا من باید جواب بدم هر چیزی رو؟ ولی اگر ایشون تئوریش یا فکرش این باشه که هر کی به بی احترامی کرد باید بزنیم تو دهنش، این اگه باورش باشه، های من یا داد من یا اهانت من اون باور آقای مجیدی رو روشن میکنه، فعالش میکنه و به تبع به خاطر اون باور است که ایشون یه پاسخ به من میده. پس پاسخی که ما به اطرافمون میدیم به خاطر اون رخ داده نیست، به خاطر اون باوریه که ما داریم. پس این کل مدل ABC داره اینو به ما میگه که رفتار ما ناشی از رخ داده بیرون نیست، ناشی از باورهای ماست. که البته آلبرت الیس این تئوری و این باور رو از اپیکتتوس که یکی از رواقیون باشه
به آریت گرفته و کل نظریه روانشناختیش رو اون نصب کرده و در روانشناسی مثبت هم از این تکنیک استفاده میکنن. توصیه میکنم این بخش جدل رو برید خیلی خوب بخونید، تکنیک های خوبی داره و بهتون کمک میکنه بتونید با افکارتون یه جدای ذهنی خیلی خوبی بکنید. خیلی ممنون. پس ما هر رفتاری که میکنیم، هر عملی که انجام میدیم، هر فکری که انجام میدیم و هر احساسی که داریم، در حقیقت خودمون مسئولیم. میتونیم یه فکر دیگه، یک عمل دیگه و یک احساس دیگه ای رو جانشین اون بکنیم. آقای دکتر، در مورد نشخوار فکری هم اگر لطف بکنیم، البته بحث خیلی مفصله، ما در حقیقت 8 دقیقه مونده به برنامه‌مون، اگر ممکنه یه توضیحی در این زمینه و آخرش هم ما همیشه یه نکته‌ای رو از شما داریم تحت عنوان مراقب خودتون باشین. من دوست دارم الان افرادی که اینجا هستن، اینجا هم اون مراقبت از خود رو، چگونگی مراقبت از خود رو هم یه توضیح بفرمایید که بیشتر استفاده بکنم. پس در حقیقت ما 2 تا نکته رو، یکی چگونه میتوان بر نشخوار فکری غلبه کرد و اینکه چگونه میشه از خود مراقبت بکنیم. من فکر میکنم حالا با این وقت محدودی که داریم احتمالاً دیگه فرصت نکنیم برای سوال و جواب. باز اگر دوستان سوالی دارن، آقای مهندسی ساز یه شرایطی رو فراهم بکنین که من کامنت ها رو ببینم. من کامنت ها رو نمیبینم. اگر سوالی هم بود من در ضمن فرمایشات آقای دکتر این سوال ها رو هم از ایشون خواهم کرد. من هیچ کامنتی اینجا نمیبینم آقای مهندسی ساز، ببینین اصلا چیزی ننوشتن یا من نمیبینم. بفرمایید آقای دکتر. نشخوار فکری باید ببینیم که مغز ما چگونه رفتار میکنه دیگه. یعنی امروزه علم یا اون علمی که انسانهای عادی ازش بیشتر بهره میبرن خیلی رو آورده به نتایج و نتایج پژوهش‌هایی که روی مغز شده و ما بیشتر راجع به مغز میدونیم، بچه‌ها بیشتر راجع به مغز میدونن. نشخوار فکری چی میشه که ما نشخوار فکری میکنیم؟ یه بخشیش به خاطر عملکرد مغزه. مغز ما یادمون مغز پروژه نیمه تمامی که داره اذیتش میکنه، دلش میخواد یه قطعیتی برسه. مغز ما یه بخش تنبلی از وجود ماست. چرا؟ در صرف انرژی بسیار مختصده و خیلی با حساب و کتاب انرژی مصرف میکنه، چون فرماندهی سیستم عصبی ما رو داره و خب بدون اون عملا زندگی نمیتونه در جریان باشه. پس خیلی مختصره در مصرف انرژی. با این فلسفه و با این دلیل مغز وقتی یک مسئله، یک نگرانی مطرح میشه، یک موضوعی مطرح میشه و اون شروع میکنه گشتن دنبال یه راه حل، گشتن دنبال یک چیزی که اونو ببندتش، شروع میکنه این فکر کرد، هی این رو به یاد آوردن، هی به یاد آوردن و تا یه جایش طبیعی و عادیه که به یاد ما میاره. چرا این کارو میکنه؟ برای اینکه ما یه کاری براش انجام بدیم، برای اینکه تلفن رو بزنیم، بنویسیمش، یه چیزی رو شروع کنیم، یه چیزی رو قطع بکنیم یا هر چیز دیگری. پس اگر ما یه اقدام مناسبی انجام بدیم برای اون مسئله‌ای که دچار نشخوار شدیم، این نشخوار میتونه فروکش بکنه و کم بشه. اما اگر داریم راجع به یه آدمی صحبت میکنیم که همه عمرشو یا بخش زیادی از عمرشو نشخوار کرده و کاری هم برای نشخوار خودش انجام نداده، یعنی مسئله همیشه باز بوده، خیلی درست بهش نپرداخته، حل مسئله درست نتونسته بکنه و موضوعات همینجور باز و اینا هست. دیگه نکته چیه؟ دیگه نکته اینه که این فقط یه عملکرد عادی مغز نیست، این فرد عادت کرده که نشخوار فکری بکنه. یعنی یه سری مسیرهای عصبی به این کلفتی تو مغز به وجود اومده که کارشون دیگه نشخوار فکریه. خب که دیگه حالا این میتونه مرضی هم بشه و میتونه بالینی بشه و خیلی مسئله و مشکل هم ایجاد بکنه. پس بحث نشخوار فکری رو یه بخشیش طبیعی است، یه بخشی به بعدش دیگه طبیعی نیست. اما چیکار میشه کرد برای نشخوار؟
خب باز میگم فنونی هست که میتونید تو کتاب نگاه بکنید، ولی یکی از ساده تریناش اینه که چیزی به ذهنتون رو مشغول میکنه بلافاصله بنویسیدش. وقتی مینویسیدش ممکنه درجه اعتبار بیفته، بعد چیز غیر مهم بیخودی بوده، یا اینکه مینویسیدش میگی خب خیالم راحت یه جا نوشتمش و مغزت میدونه که تو اینو نوشتی، حداقل یه کاری براش کردی، بعدا میره سراغش یا هر کاری دیگه. اما یه چیزی که به خود من خیلی کمک کرده در ارتباط با مدیریت نشخوار فکری اینه که اون فلسفه دوگانه کنترل رو یا سه‌گانه کنترل رو در زندگی به کار ببریم. وقتی یه چیزی ذهن ما رو شروع میکنه مشغول میکنه به خودش و همینجوری میاد، ما به خودمون بگیم خب این چیزی که انقدر ذهن من مشغول کرده در کنترل منه یا در کنترل من نیست. اگر اصلا در کنترل من نیست، خب چرا عاقل کند کاری که برایش مشکل به وجود بیارد؟ خب میگم آقا این در کنترل من نیست دیگه این چطور انقدر فکر میکنی به این موضوع، انقدر انرژی داری روش میذاری؟ ولی اگه نه میبینی در کنترلته، خب مقید میکنی خودتو برای اینکه براش اقداماتی رو تعریف بکنی، بری و یه مقداری از نگرانی خودتو در حقیقت کمش بکنی. خیلی ممنون. ما 2 دقیقه از وقتمون مونده. اگر سوالی هست بچه ها بپرسن، من چی نمیبینم اینجا. آره من هم چیزی نمیبینم. ظاهرا به همه سوالاتشون در حقیقت پاسخ گفته شده. خیلی از مواردی که ذهن رو مشغول میکنن کاری نیست که بخوای لیست کنی، بیشتر روابط هست. من متوجه سوالیشون نشدم. آقای دکتر شما متوجه شدین؟ یه بار دیگه میفرمایید لطفاً آقای دکتر مجیدی. خیلی از مواردی که ذهن رو مشغول میکنن کاری نیست که بخوای لیست کنی، بیشتر روابط هست. یعنی مثل این که منظورشون اینه که عمدتاً روابطن که ذهن ما رو مشغول میکنن. آره چرا نمیشه؟ مثلا شما یه رابطه خرابی با یه عزیزی داری، همسرت، فرزندت، بنویس نگرانی من رابطه خرابی است که الان با فلانی دارم به خاطر این موضوع. اتفاقا این اجتنابه که ما نمی‌نویسیمش، اجتناب میکنیم از اینکه با اون واقعیت اون رابطه روبرو بشیم. باید برای خودت بنویسیش، سهم خودت رو ببینید چیه، کجاها چیکار کردی، چیکار میتونی براش بکنی. چرا نمیشه نوشت؟ اگر چیزی تو ذهنتونه حتما رو کاغذ هم میتونی بیاریش، مگر اینکه اگه رو کاغذ خواستی بیاری فکر کنین خیلی بی ارزش، اصلا ارزش رو کاغذ آوردن نداره. وگرنه فکر، چند نوع فکر ما داریم. یه فکری که فکر میکنی، مینویسی، هنوز فکره، میگی هم فکره. همه این سه تا فکره، چه تو کلت باشه، چه بگی، چه بنویسی، هر سه تاش فکره. خیلی ممنون. یکی از دوستان علاقمندن که صحبت بکنن، اگر اجازه بدیم ما امکان میدیم. منتها آقای مددی عزیز ما مدیر دبیرستان مبتکران نو یه کامنت اینجا گذاشتن که از حضور ریاست محترم اداره انجمن اولیای اداره کل آموزش استان جناب دکتر شهریاری و همچنین اولیای محترم تشکر میکنیم. من از این فرصت استفاده میکنم از جناب آقای شهریاری حالا و آقای دکتر پهلوی نژاد اگر براشون مقدور باشه یه جمعی از اولیای استان رو حالا هر چند هزار هم باشه دعوت بکنن، یک شرایطی رو ما ایجاد بکنیم که آقای دکتر پهلوی نژاد در خصوص هر موردی که حالا شما دوست دارین و آقای دکتر هم علاقه‌مند باشن میتونیم صحبت بکنم. آقای دکتر مشکلی براتون نیست اگر اولیای تبریز رو آقای دکتر شهریاری به عنوان رئیس انجمن اولیای آموزش استان ضم بکنم و یک برنامه ای رو به صورت مجازی داشته باشیم و شما زحمت بکشین اونجا یا کتابتون رو معرفی بکنین یا هر بحثی که میتونین داشته باشین. خواهش میکنم. نه خوشحال میشم. من با شما و گروه شما و همه عزیزانی که در این گروه هستن یه حس خیلی خیلی خوب و مثبتی دارم. به زبون خودمون حالم با شما خوبه. بنابراین آره حتما، چرا که نمیشه برنامه‌ریزی کرد. حتی اگر یک کار حضوری هم باشه آدم برنامه‌ریزی میکنه. به هر حال
من اون خطه رو بسیار دوست دارم، حتما دوست دارم سر حوصله اونجا رو ببینم. میشه که برنامه‌ریزی این چنینی هم بکنم انشالله. آقای مهندسی، آقای دکتر علیپور میخوان صحبت بکنن، اگر لطف بکنین میکروفون ایشون رو باز بکنین. راه ارتباطی مانند تلگرام با آقای دکتر میخوان آقای دکتر در حقیقت پیج دارن تو اینستاگرام تحت عنوان رایمانا که همه مطالب رو اونجا دارند، هم دوره هاشون، هم کتاب هاشون، هم موارد مختلفی که به صورت بودمانی هست و به صورت دوره های در حقیقت مربوط به گواهینامه است اونجا دارن. آقای دکتر علیپور شما میخواین صحبت بکنین، بفرمایید. سلام، شب شما بخیر. هم خدمت شما هم جناب دکتر پهلوانی نژاد سلام عرض میکنم، تشکر میکنم، خدا قوت میگم. من چند جلسه‌ای که لطف کردن ایشون به محبت شما و هم در واقع پیگیری شما تو جمع بچهای مبتکران حضور پیدا کردن، همه جلسات بودم و بعد از 45 سال عمر رو، یعنی نزدیک به شاید مثلا 37 سال یادگیری، شاید جز جلساتی باشه که بسیار نوشتم و اصلا بعضی وقتا جا موندم. اگه امروز هم دقت کرده باشی، یک دو بار بر شما اس ام اس دادم، از شما خواستم کمک بکنین که این کلمه که جا مونده چیه، نمیخواستم کلمه‌ای رو از دست بدم. بسیار برام جذابه، چون حالا معلم هستیم، توانمندی ایشون تو ارائه و پرزنت کردن برام بسیار جذاب و آموزنده است. به غیر از اینکه مطالبی که ارائه میدم، من چون با دکتر مجیدی مفصل لبار اینا روزایی که خدمتشون هستم صحبت میکنم، من اصلا زاویه دیدم نسبت به روانشناسی بعد از آشنایی با دکتر و آقای دکتر پهلوانی نژاد عوض شد و اصلا فکر میکردم هم چیزای زردی که دارم میشنوم روانشناسیه و اصلا اعتقادی به علم بودن نداشتم، ولی الان واقعا عمیقا علاقمندم. طوری که دکتر امروز احساس خطر میکرد، میگفت نه اصلا شما نمیتونی اینقدر تایم بذاری و بخوای وارد این وادی بشی، دردسر میشه. یه دغدغه‌ای که من دارم که من وقت دوستانم رو نگیرم و اولیای محترم رو، فقط یه مطلب رو می‌خواستم بپرسم. با توجه به اینکه کتاب در سال 98 و اون هول و هوش نوشته شده و الان 4-5 سال ازش گذشته، من یه سوال کلی‌تر دارم، یعنی دغدغه‌ای که برای من وجود داره به عنوان واقعا پرسشه و دلم می‌خواد اگر درست و اصولی این سوال جواب بدین، اگه نه که وقت دوستان گرفته نشه. اینه که چقدر این شاخصه های این دانشی که نوشته شده، چون من با دکتر یکی از دغدغه‌هایی که همیشه مطرح می‌کردم این بود که وقتی تئوری انتخاب رو بر ما مطرح می‌کردم و امسال شاگردیشون هم می‌کنم، اینه که این دانش روانشناسی تا وقتی بومی نشه، به نظر من اون اثرگذاری خودش رو نخواهد داشت. یعنی نمی‌شود یه فرهنگ آمریکایی رو تو ایران اجرا کرد. حتی مثال میزنم چون من شمالی هستم و خب داماد ترک‌ها هستم، حتی فکر میکنم که مثلا فرهنگ شمالی‌ها و فرهنگ آذری‌ها هم حتی داخل این خاک هم تفاوت‌های اساسی داره با هم و فکر میکنم روانشناسی ریز و دیتیل. من میخوام ببینم چقدر این تغییراتی که تو این 5 سال گذشته، یا مثلا گاهن دکتر الان امروز تو جلسه به اون اشاره میکرد که فلان مقاله وجود اومده اینجوری گفته شده، یا حتی در واقع پرماپلاس هم که میگفتین یه جورایی آپگرید کردن آنچه بوده که قبل از این اتفاق افتاده. چقدر این شاکله این دانش، این هنری که در این کتاب هست، چقدر شاکلش مثبت. من آخه فیزیکی هم، ما 1700 میلادی نیوتن اومده یه نظریه گفته و الان 400 سال ازش گذشته و ما داریم هنوز همونی که نیوتن گفت رو درس میدیم، چون هنوز قابل استفاده است، هنوز قابل اجراست، هنوز میشه با زندگی رو ساخت. ولی احساسم اینه که با توجه به شناخت کمی دارم، اینه که احساسم اینه که شاید روانشناسی چون علم انسان هست، شاید انسان‌ها اینقدر فیکس و ثابت نباشن. این دغدغه‌ای که دارم اینه، چقدر این تغییراتی که تو این 4-5 سال اومده به نظرتون در واقع تاثیرگذار بوده و آیا پیشنهاد جسارت نباشه، آیا راهی وجود داره که مثلا این الکترونیکی بشه و هر دور بشه آپگریدش کرد بر اساس مقالات جدید، مثل چیزی که در ویکی‌پدیا حالا به عنوان عمومی وجود داره که آدم، یعنی آیا نیاز هست دغدغه داشته باشه آدم که آقا نکنه این نسخه‌ای که الان هست مدل جدیدتری اومده و اینو نسخ مثلا از بین برده و نقص کرده؟ گرفتم. من اسخای میکنم. ارادتمند شما. آقای دکتر، من بگم خدمتتون، آقای دکتر علیپور خودشون بیش از 15 جلد کتاب رو تالیف کردن، کتاب در حقیقت فیزیک رو. بله. مرسی، خیلی ممنون. خب این کتاب 401 تموم شد، یعنی من 99 فروردین اردیبهشت شروع کردم تا 401 تموم شد. بنابراین کتاب اگه بخوایم اونجوری بهش نگاه بکنیم، از نظر علمی یه 2 سال ازش گذشته.
و در این 2 سال این که بگیم چیزی آمده که اینها رو نقض بکنه، نه، چیزی نیومده اینها رو نقض بکنه. یه چیزهایی مطرح شده مثل همون پرماپلاس که خودم خدمتتون گفتم که در کتابم یه اشاره‌ای بهش کردم، اینها اومده و این زیبایی علم روانشناسیه، برای اینکه انسان‌ها رو مطالعه میکنه، تحقیقات جدید میاد. خود سلیگمن 2 بار یک نظریه داده بود به اسم Authentic Happiness، بعد اون نظریه رو کاملا ریخت تو سطل آشغال و نظریه پرما رو داد. یعنی خود پدر روانشناسی مثبت هم یه دفعه علمش رو گذاشته کنار، بعد اومده یه چیز درستری رو گذاشته. برای این چیز عادیه که این اتفاق بیفته ولی این نباید ما رو باز بداره از اینکه کاری انجام ندیم، برای اینکه خب ممکنه پس فردا این تغییر بکنه. نه، این تغییر ممکنه از جنس تکمیل باشه، ممکنه از جنس این باشه که کلا اون قبلیه رو بذاریم کنار، یه چیز جدیدی بیاد. در حال حاضر که دارم با شما صحبت میکنم کتاب هنوز ولیده، مطالبی که توشه قابل استفاده است. بعید میدونم که این مطالب غیر قابل استفاده بشه، حتما بهش اضافه میشه، حتما یه جاهایی تکمله هایی میاد، ولی قابل استفاده است. امیدوارم دوستان از این دو تا کتاب کامل بهره ببرن. از طریق اینترنت میتونن سفارش بدن و 2 تا کتاب رو بخرن. من در عرض 1 سال در جلسه به اصطلاح یوگایی که میرفتم هفته 2 بار از این کتاب برای 1 سال خوراک داشتم که صحبت بکنم و برای دوستان مطالب این کتاب رو مطرح کردم. خیلی کتاب روانیه، همه میتونن ازش استفاده بکنن و قطعا میتونه توی زندگیشون و کیفیت زندگیشون تأثیر بذاره. مجدداً از همه دبیران عزیزمون، مدارس دخترانه و پسرانه و از همه اولیا و همه دوستانی که به جمع ما پیوستن از اداره و دوستان دیگه که از طریق مجازی به ما پیوستن، از همشون من تشکر میکنم. امیدوارم روزی در خدمت آقای دکتر پهلوی نژاد به صورت حضوری باشیم و مجموعاً از بیاناتشون به صورت حضوری استفاده بکنیم و از کوفته تبریزی هم ایشون بهره مند باشه. آره حتما. یه چیزی رو از من خواستید که من بگم راجع به مراقبت از خود. من یه چیزی رو راجع به مراقبت از خود بگم و دیگه مأموریت امشب رو تمومش بکنیم. مراقب توجه خودتون باشید. توجه شما به هر چیزی تجربه شما رو درست میکنه و تجربه شما اون چیزیست که شما هستید در طی روز. پس خیلی مراقب باشین توجهتون رو به کی میدین، به چی میدین، به چه خبری میدین، به چه پدیده‌ای میدین، به چه اتفاقی میدین. به هر چیزی توجه بکنید اون میشه مساوی تجربتون و باهاش احساسات و افکار خودش میاد. پس من میگم مراقب خودتون باشین از طریق مراقبت از دادن توجهتون به چیزهایی که دور و برتون در زندگی. امشب من بسیار خوشحال شدم، خیلی ممنونم ازتون. براتون بهترین آرزوها رو دارم. اول از همه سلامتی. از آقای دکتر مجیدی عزیزم تشکر میکنم برای اینکه من رو دعوت کردن و امیدوارم که بتونم شما رو در فرصت دیگه‌ای دوباره ببینم. خیلی ممنون، شبتون بخیر. خیلی ممنون. سلامت.